سرداران افغانی احمد شاه بهره جست و بر تخت فرمانروایی نشست. احمد شاه پشتو بود و خاندان او 200 سال پی در پی بر افغانستان فرمانروایی کردند. احمد شاه توانست نژادهای گوناگون افغان را به هم بپیوندد و بر بخشی از سرزمین‌هایی که امروز در ایران، پاکستان و شمال هند و ازبکستان هستند چیره گردد. جانشینان او نتوانستند این امپراتوری گسترده را که 50 سال جنگ و ستیز میان سرکردگان بومی برای دست یافتن به فرمانروایی آن را از هم پاشیده بود سرپرستی کنند. در این ستیزها بسیاری از افغانها به چشم خود دیدند که زندگی آنان به دست خودی همان گونه ویران گشت که به دست تازشگران بیگانه. در آغاز سده 19 با روی کار آمدن دو نیروی نوین بیگانه، امپراتوری انگلستان و روسیه تزاری، کارهای درون مرزی افغانستان آشفته تر شد. این دو امپراتوری بزرگ بر چیرگی افغانستان کمر بستند. در این دوران که آن را بازی بزرگ می نامند، آنها از دست اندازی به دولتهای خودگردان و به یوغ کشیدن مردم و سرزمینها دست نکشیدند. برای افغانها هوده این دست اندازی ها بسیار ویرانگر بوده. ارتشهای اروپای امپریالیست به گسترش این جنگ های خانمانسوز دامن زدند و این سرزمین های آسیب دیده را تنگ دستتر و ویرانه تر از آنچه بودند کردند. تا سال 1973 و پایه‌گذاری جمهوری، پادشاهان پشتو بر کشور فرمانروایی کردند. اما این رژیم سیاسی نوین نیز نتوانسته پاسخگوی نیازهای نخستین و درخواستهای مردم باشد. تازش شوروی در 1979 آغاز یک دوره 25 ساله رنج و جنگ‌های بی‌پایان است که دگربار افغانستان را ویران ساخته. گنجینه فرهنگ گسترده این کشور همچون امید افغانان برای داشتن یک زندگی آراسته و بازیافتن آرامش برباد رفته. اینجا هزارجات، کوههای بلند پایه و دره‌های میانی افغانستان است، سرزمین هزارها. تاریخ هزارها همچون این کوهستان‌های باشکوه پوشیده از راز است. چهره مغولگونه هزارها آنان را از افغان‌های دیگر می‌نمایاند. آنها به پارسی دری آمیخته با واژه‌هایی از زبان‌های ترک و مغول سخن می‌گویند. به باورهای مردمی هزارها بازماندگان مغولانی هستند که در سده 13 بر این سرزمین چیره گشتند. پاره‌ای می‌پندارند که چنگیزخان به هنگام واپسنشینی از خاک باکتریان 1000 از مردانش را در کوهستان‌های هزاره بر جای نهاد و از آن پس این مردمان را به یاد واژه پارسی هزاره خواندند. اما در انجمن‌های پژوهشی پاره پاد این باورند. تا آنجا که تاریخ گو میته هزارها دست کم بیش از 2000 سال به این طرف، شاید 2500 سال به این طرف در اینجا سکناگزین بودن و به اندازه هر قوم دیگه و هر ملیت دیگه حق دارن و میتونن سوابق خدا نشان بدن و مدعی شوند که به هر حال از ساکنان اصلی از این سرزمین هستند. اما این که از کجا آمدن در این رابطه فرضیه های زیادی وجود دارن، نه فقط در مورد هزارها بلکه در مورد سایر اقوام هم هست، در مورد پشتون هم هست، در مورد تاجیک هم هست، در مورد ازبک. اینا به هر حال متاسفانه پاری از نژاد پرستای افسانه را دامن زدن، ترویج کردن که هزارها خیلی متأخر هستند. کهن‌ترین سرنشینان این سرزمین‌ها بودایی بودند.